شکستن بشقاب دیگری غذای بیشتری به تو نمیده. خاموش کردن شمع دیگران راه تو رو روشن‌تر نمیکنه. مسدود کردن راه دیگران تو رو جلوتر نمیبره. گل پاشیدن به دیگران فقط دستای خودتو کثیف میکنه. اگه خوبی کسی رو نمیتونی تحمل کنی، شاید اون بد نیست، تو نامهربونی. آرزوی خوب برای دیگران خوبی خودتو تضمین میکنه. کار خوب شاید زود پاداش نده، ولی مشکلات ازت دور میشه. بدی کردن شاید فوری بد نیاره، ولی برکتای زندگیت از بین میره. دل بخشنده راه روشن باز میکنه. قلب مهربون خوشبختی میاره. وقتی دلت پر از خوبی دنیا هواتو داره. ما آدما باید این حقیقت ساده رو بفهمیم. همکاری سازندگیه. تخریب هم باعث سقوط هممون میشه.